به نام خدا و عرض سلام و احترام به خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم که یک روزی دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم. شخصایی که شما در کنار ما مشاهده میکنیم اینا سه خوربرارم که اینا نابینایم. تصویرها پیشتر یک برادر دیدیم شما که کمک کرده بیدم، یک خوار گل ما به نام بیبی هجی از کشور هلند با مبلغ 200 یورو که ما اونا رو خرد کردیم. امروز 18200 افغانی شد. اینا رو ما به زی شخصا خرید کردیم. همینطور فیکس دقیق چون کاغذ به دست من فاکتور مغازه رو ما گرفتیم. 20 قلم شد. 20 قلم جنس ما گرفتیم. به اینا 3 بوجی برنج، 1 بوجی آرد و 2 بشکه 16 لیتر روغن و 1 بوجی پودر و ماش و نمک و شکر و دشلمه و لوبی و شیرینی و دیگه عدس و نقل و 2 رقم چای، صابون، شامپو، ریکای، رب. به کنار از اینا هم به همشیرگه که ما هم به زید دو برادر 12 متر لباسه که همشیری گل ما بیبی هجی از کشور هلند گفتم که بزی سبق خوربرار شما لباس هم بگیریم که انشاءالله ما لباس هم به اینا گرفتیم که اینا به عید بپوشم، انا ثوابی به شما و به ما برسه. خب ما از غیری صاحب خواهشمندیم که یک تلاوتی بکنم به حق تمام مسلمانایی که همین فعلا ما رو مشاهده میکنم. ببخشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکر شما. خب تشکری میکنیم از خواهر گل ما بیبی هجی که همین مبلغ پول که روان کردم 18200 افغانی شد که ما اینا پول زکات بودک که گفتم بزین مسکینا کمک کنیم. شما نگاه کنیم بینندای نازنین، این طفلک نازنین شما نگاه کنیم که اینک نابینای ای همشیری ما شما نگاه کنیم که اینک هم آرزو داشته که چشم داشت. نگاه کنیم این طفلکار
اینا رو نگاه کنیم. شما هر برادر هر همشیری که کمک کنم الله فقط به می جلو و می دوربین به می مسکینا ما میتونیم به دست اینا برسونیم. سبب به ما بشه، به شما بشه. دوستای نازنین تشکری میکنیم بازم دوباره از خواهر گل ما بی جی که از کشور آلند کمی مبلغ 18200 افغانی شد پول زکات که به این مسکینا روان کردم. شما نگاه کنیم این تفلکی که این نابینایه، این واقعا سخته، برای خود از این بسیار سخته، برای فامیل از این سخته. آخه شما نگاه کنیم کار الله پاکه، سه خوربرار از یک خانواده. کاکا جان اسم شما چیه؟ محمد. خب همین فعلا شما رو بیننده مشاهده میکنم، چی خواهشی داری به حق شما؟ چه کار کنم؟ کمک چیزی بکنم به شما؟ شما غریسه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بنده فیض احمد روشندل که از هر دو چشم خود روشندلم. روشندل به معنای نابینا. از خواهرها برادرای عزیز تقاضا میکنیم که حتما برای ما هم کمک کنم، ما هم ببینم وضعیت ما هم ببینم که واقعا سخته برای ما نابینا، خیلی نابینا سخت واقعا. خیر لالو گریه نکن، خیر باشه برادرم، خیر باشه، خدای پاک بر شما کمک میکنه. دیگه پاچی برادرم خیر باشه، دیگه نصیب و قسمت همی بیده لالا. خیره، مایوس نشین برادرم. بینندای عزیز واقعا خیلی سخته. شما به مثل از این همشیره کمک خیرات زکات سرسای روزی چیزی داریم به این مسکینا کمک کنیم. خدای پاک برای شما بازیرت و آخرت کمک کنه. خواهر جان بله. خوبیم شما؟ خوبیم شکر. شما خوبه؟ خوبیم شکر. روزه هم داریم دادیمه؟ بله. بسیار خوب بسیار خوب. خب شما چی خواهشی داریم از بیننده؟ ما خواهشی داریم خیر بینم برای ما کمک کردم. خدا به زود دنیا به زود آخرت اینا خوب کنه. زنده باشین، سلامت باشیم. تشکر از شما خواهرمه. شکر. خب کوکو جان اگه گفتنی داریم خدمت شما هستیم برای بیننده. چی خواهشی داریم، چی توقعی داریم از آدمای خیر؟ خیر بینم برادر، خیر بینم. خداوند دستگیر آخرش کنه که ما یک بینوای بی فلاجی بینوای حیرون اینقدر به ما کمک کردم. امید دارم که دیگه به ما کمک کنم و به تلفکام کمک کنم که من میتونم بینوای بدبختی حیرون نی کاری نی غریبی از چه دست منیه. یک دنیا یک جهان تشکر اینا که به ما کمک کردم. زنده باشیم، سلامت باشیم. این لباسا اینا 8 متر لباس مردانه یا شما دو برادره. اینا هم 4 متر لباس تکه برای همشیری خو استوندیم که اینا از طرف بی جی است و بالاخره اینا هم از طرف بی جی پول زکات بوده. خب بیشتر وقت شما نمیگیریم. بینندای نازنین ماه مبارک رمضان از 1 قران تا 100 قران هر چی که توان شما هسته به این مسکینا کمک کنین که الله پاک به شما کمک کنه. خب بیشتر وقت شما نمیگیریم، به واسطه از که دم افطارم نزدیک راه هم دوره، به داخل از این کوه و غریه آمدیم. خب به یک مشکلاتی برعکس که با به این مسیر آمدیم که بارندگی هم هسته. خب آن کاکا جان اینا برای شما تسلیمه. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما.